بیا بخور بیا خوشگله بیا بخور بیا بخوره بیا بخوره خوشگله بیا بیا بخوره بیا بخور بیا خوشگلی من بیا شلوغ نکن پسر سر اذیتش میکنی نزنش بخور غذاتو بخور بیا خوشگلی بیا کریم چیه؟ کریم بیا برو چی میگه عباس آقا؟ بیا برو کریم سلام خالاقلو کیف احوال؟ سا olasın. از محل می اومدم زنت دیدم گفتش کریم آقا دیدی بگو یه توکپا بیاد خونه کارش دارم چیه؟ اتفاق افتاده؟ نه بابا این چیز دختر افتاده آب انبار گم شده سمک؟ آره اینجا بازی میکردن آب انبار گم شده همه بچه‌ها گشتن پیدا نکردن اتفاق دیگه چی نیفتاده؟ نه بابا گفتش اگه کریم آقا دیدی بگو بیادش اتفاق بابا چی کار میکنی شیکون دیدیم صاحب مرده رو جلوش شاقه گیرم ها یه دقیقه به امید دانم میشن سلام علیکم چی خبر؟ چی شده؟ سمک هانی افتاده توی آب انبار نمیتونیم پیداش کنیم هانیه؟ سمک گوشت کجای آب انبار افتاده؟ اومدم کمکت کنم سمکم افتاد تو آب انبار مادرتون کجاست؟ اونه بیام برو خونه من پیداش میکنم بریم شما برید خونه هاتون برید یلا زمش اینجا حسین شما اینجا چه غلطی میکنید؟ ها؟ دنبال سمک هانی میگردیم اول بلا چی اومده بودین اینجا؟ آقا کریم بچه ها گفتن جا ماهی هست اومدیم ببینیم هست یا نیست غلط کرده کدوم ماهه؟ سبکو بیان پایین پدرتون دریا باش الدنتون سن جورتون نگاهتون وزیل آب انباره الهی به آب انبانسینه نمنه وارده بجی بینم نورد کنم بچه ها کله شما نیست شما فکر نمی چه تو آب لجن ماهی گیر نمیاد دیدم که اصلا اینجا ماهی بود
مثل درس شما میخوری ها؟ بیا بینم پسر بیا بینم سمش کجا افتاده بود؟ همین دوره برا. همین دوره برا رو نگو اونجا که افتاده بود همونو به من نشون بده دوره برا همین نورده بود. بگرد پیدا کنیم بگرد بینم حتی شما فکر جایش داخلی هزار نوع میکرو کثافت از شما رو مرزی کنیم آقا کریمی میگم اگه اینجا ماهی بریزی بعد از بکن 10 برابر میشه. پسر ماهی رو میریزن به داخل آب تمیز نه بلجن. آقا کریم اینجا بارم داره؟ اینجا همه دینه بارم مثل شما هست به جز ما. آقا کریم اینجا که تمیز شد توش ماهی قرمز میریزیم زیاد که شد میفروشیم میلیونر میشیم. آره ارواح بابا میلیونر میشه. پسر این آب انبار آب راهش گرفته شده خوش شده 2 سال طول میکشه چی این بدنش خوش بشه. بچه ها خالیش میکنیم تمیزش میکنیم. شما بزنین که تمیز کنید آب خالی کنید دنبال اون سمک بگردید ماهی پیشش خودتون. کجاست؟ اونجا سمک رو پیدا کردم. برو اینا رو بگی ببخونه ببخونه منم اومدم. چاشو شده با اخمول دادنی منانی عدلا فریز میشه گول بدنی منانی میبینی تو کنم دیگه کار سر کار بودو بریز سر کریم آقایش سطح شکلیه این چی بابا ببینی بیچاره من کرد اصلا سمک خونده شده سمک آره پیدا کردی معلومه سپورت شدی اونجا 1000 سال دیگه تمیز نمیشه. تمیز میشه پر آب بشه 100,000 تا ماهی توش تا میشه. اصلا تو میدونی 100,000 تا ماهی چند تا میشه؟ میشه 100,000 تا. خوب چی؟ میفروشیم میلیونر میشیم. آره ارواش کمت میلیونر میشه. یه دختره اینو بزن تو گوشت. حالا صدای منو میشنوی؟ آره. لبخونی نکن بلند شو برو 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 وایستا حالا صدای میشنوی؟ حالا صدای میشنوی؟ آره. برو عقب برو عقب برو 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 خب حالا برگرد سمشت کجا افتاده بود؟ سمشت کجا افتاده بود؟ کپیوله دوستم در بسانم کپیوله هنیزم تنیزم دار بجنه Kişiler girvermişsen bu uşağa. Sayılar alan sası işlerler. Arbat məcə görmüsən? Hani yer deyəm qudaqların eşitmir. Səsimi eşitsən ya yox? Deyir eşidirəm, hən eşidirəm. Git, git içeri git. فکر نمی‌کنم دیگه به درد بخوره. یعنی هیچ کاری نمیشه کرد. این بچه بدون سمش خیلی براش سخت. چند روز دیگه امتحان شروع میشه. باید ببرش تهران. من آدرس یه بیمارستان رو بهت میدم. اونجا نشون بده ببین چی بهت میگن. بیمه که داری ها؟ نه. هزینه‌اش خیلی زیاد میشه. هیچی بابا هیچی.
حالا نگاه کن. نه هنوزم بعده. میرم اونور امتحان کنم. جیسون این کاری چیه؟ حالا نگاه کن. نه خیلی بعده. این اصلا درست بشو نیست، خرابه. خوبه تو رو خدا یه همونجا نگه دار. من چی نمیتونم همینجور رو وایستم. این چی درست بشو نیست. نگیرید تو رو خدا. نیفتی از اون بالا کریم آقا. هیچ طوری نمیشه. نجیس. ببین نجیس. حالا چطور شد؟ هر چقدر دوست داری نگاه کنی. چیکار داری؟ میگم نجیس شبای تابستون این بالا پشتون خیلی خوبه ها. خب ما اینجا بخوابیم بچه ها اون پایین تلویزیون تماشا کنه. قبول هستم. کریم آقا دکمت داره میفته. بایستا بکم انداز پایی. بگیر. ماشین مهندس چه میاد؟ یک ساعت بعد میاد. چی کارش داری؟ میخواستم مساعده بگیرم. 10 روز نشتی مساعده گرفتی. مشرمزن تو خودت میدونه دختر من ناشنواست، سمچش خراب شده، نزدیک امتحانه، باید سمچ بگیرم. کریم آقا چیه بابا؟ اومدم. دو موقع جابجا بکنیم. قربونت مهندس هر وقت اومد من خبر کن. خب کریم آقا اومدم دیگه. بچه ها آرام مواظب باش استرس وارد نشه. بیاد حبیب مواظب باش. این کردنش صدمه میگیره. مصطفی مواظب باش. این پاش زخمیه ها. مواظب ببر اون آخر کش شیاز کن.
هیچی پیدا نشد. چی شد پری؟ هیچ آب شده رفت تو زمین. خدا مهربانه. اگه پیدا نشه بیچاره میشن. 2 میلیون تومن پولشه. فردا مهندس میاد ببینیم چی میشه. خدا ناراحت نکن.
بسا خسته نباش. سلام. مشنم از اون من اخراج شدم. بیا بشین اینجا یه چای با هم بخوریم. هیچ راه دیگه نداره بمونم. این سهم خودم دادیم بهت ببر بر بچه ها. چایی تو بخور. خیلی بی‌معرفت. دست نزن سب کن بیا این مال تو. نه من اینو میخوام. بیا این مال. من اینو میخوام. خیلی خوب. نه مال دختر گلم. سلام کریم آقا. سلام عزیز. نرجس بگی امشب یه املت مشته درست کن. درست. واسه چی لوازمتو جمع کردی با خودت آوردی؟ ببین نرجس اون کار به درد من نمیخوره. اولا حقوق درست حسابی نداشت، دوما بیمه نداشت، سوما با یه مشتطور موقع زبان نفت من نمیتونم کار کنم. یه کار دیگه باید پیدا کنم. بچه ها با تخمی بازی نکن. چی کار میکنی؟ میشکنه. بازی نکن پسر. با میدی من بشکنم؟ من میدی من داشتش کنم؟ بچه جون شکستن این قلق داره. بچه رو اون دفعه خرابش کردی؟ اون دفعه پوستش خراب بود. بابا اگه این دفعه پوستش خراب بود میدی به من؟ بده به تو برای خودمه. نه خیلی باید بده به من برای مایا میخوام. تو برای چی میخوای؟ منم برای یه چیز میخوام. بابا بیده برای میدی نحاتی کنم؟ بی خود مال خودمه. بیا برو بدیم بابا. نمیخوام. میده من بابا. بچه چه خبرتونه؟ ساکت. چه خبرتونه؟ ساکت. بگی بینم. من میخوای چیکارش کنی؟ علامت گذاره میکنم اینجاشو بشکنم. کردی آخه بابا؟ همین بود قلقش. البته بعضی وقت اینجوری میشه. پوستش خراب بود. پسرم حسین ببین این مالش بره. این مال پسر خاله عباس، اینم مال چوچب خانم، اینم مال مشت ابراهیم. بلندشو ببر. کریم آقا چیه؟ اینم مال رقیه خانم. مجد رقیه خانم اومده؟ ها. بلندشو پسرم بلندشو. آفرین. بدی بیا.
سمچتی میبرم تو شهر میدم درستش میکنم دختر گلم. حالا برو. سلام خلاله. سلام کریم کیفون. سلام اصلا نه oldu؟ سیاست والله مصرف هر روز یه مرگیشی یه جاش خرابه معلوم نیست چشه. بعد برم تعمیرات درست بکنم. ببینم شهرک میری؟ آره بیا بریم. صبر لبی نگن. قشنگی دیدمش فردا با هر کی میری یه خراب شه. ببین امروز یه دونه چوبور رو دیدم میگم یه دونه دکتر شترمال دیگه تو بیابون بالای تپا. بالای کدوم تپه ها؟ پشت مقداری. آبا همه اونجا رو گشتم پیداش نکردم. خدا حافظ. میکروفونش خیلی آسیب دیده. به این آسونی ها نمیشه تقویت کرد. بهتر شما یه نوش رو تهیه کنید. اگه مایلین میتونم شما رو ثبت نام بکنم و تو نوبت قرار بگیریم. آی دکتر چقدر طول میکشه؟ حدوداً 3 الی 4 ماه. 3-4 ماه نمیشه. یه ماه دیگه دخترم امتحانش شروع میشه. در این صورت آزاد باید تهیه کنید. آی دکتر قیمت آزادش چند در میاد؟ این نوع سمک شما حدوداً 350,000 تومان. بفرمایید. مستقیم آقا بازار دیرم شده. برو آقا یه گزارش هم به ما نمیدی که چون تا خبره اجلاس بگیر اهمیت. شما الان هیئت آلمانی که وارد میشن هماهنگ کردید هتل کانتینانتال رو؟ هتل استقلال بله. خب فرانسوی ها مستقیم میرن سعدآباد رفت به ما نده. اجلاس خیلی اهمیت داره برای ما. شما باید هماهنگیشو میکردید اینها رو. این گزارش عمل کرد باید تهیه بکنید که من به مقامات موافق ارائه بکنم. بعدش من همین گوشه پیاده میشم. آره من ببین الان باید یه جلسه ای رو برسم شرکت بکنم بعد باید صحبت بکنم. گوشی داداش این نقشه رو یاد بگیر بعد سوار موتور شو تهران. چقدر شد؟ هرچی کلمه. مرسی. آقا کی باشم؟ با من هستی؟ نه با جناب علی. یه بنده خدا. قیبگو هم که هستی اینجا چیکار داری؟ دنبال مسافره. نه بابا دیر اومدی زودم میخوای بری. بشین آقا جون روزی تو خدا جای دیگه حواله کنه. چه خبرتونه؟ این همه بنده خدا مطل روزی من هستم. داداش من اینجا هر کی وایساده سربازی داره. بشین رو اعصاب ما رو نرو قاطی میکنم ها. شما میگی من کجا برم؟ برو آقا جون برو هر جا میری برو پایین‌تر وایسا اینجا وای نستا. برم اونجا خدا نیست. بشین آقا جون برو خدا رو تو جای دیگه بده. بشین بیا برو مسافر اومد بیا. خوب هستی آجا کجا میری آجا؟ بفرم آجا. بشین آجا ببخش. بلند شو بریم. من کار نمی کنیم. چرا؟ باشو بریم دیگه. بشین.
حساب ما چقدر شد؟ هرچی کرده آقا اینا لازم نداری؟ میخوای چیکار؟ یه چیزی برای خونه لازم داشتم. بگره یه چیزی به درد خود میتونی ببری. ممنون. من پشت خطی دارم. الو؟ ها تویی؟ من جلوی ساختمون نیمه کاره هستم. یه لحظه گوشی. چقدر شد؟ هرچی کردم تو قابل شما رو نداره. 1000 تومان کافیه؟ خدا بده برکت. بیا اوج. الو؟ آقا! کجاش مفته؟ یه دونه بخور بعدم بگو یه شلو بدم 2 کیلوش کن 2 کیلو قربون آدم جنس شناس نرجس چطور قشنگه؟ بارو بینیم بابا در حال باید شدنی کردن یواش حساب دعوا نکن آب چند برید دخترم الله آروم آسان
شد دوباره هم دعا میکنی آقا همینجا نگرد وایسا اما موتوری هم من چه بدونم آقا ببخشید چرایتون آقا آره دارم میام چرایتون دادم بابا جان دادم آره حلش آقا کی به من چرایه داد شما انصافتو شد همین الان بهت پول دادم به من پول ندادی همین الان دادم عجب بی‌انصافی هستی تو یکی یه مسئله 500 متری که 500 تومنه 2000 تومن گرفتی چی نگفتم باقی 1500 تومن رو بده ببینم کدوم پول حالیت میکنم پولم نمیدی بعد کن بیاد ببینم کی به من پول دادی شما نمیدی روز روشن داری دزدی میکنی خجالت بکش شرط کن حیا کن سرکار بفهمید نظر قبول باشه حاج آقا سلام آقا جون حال شما حال دوست داره خوبه قربان شما سلام آقا سلام ببخشید چای جعبه سبز دارین؟ چای سبز ندارم قرمز دارم بدم بهت آقا ببخشید تخم شترمرغ از کجا آوردین؟ این فروشی نیست برای قشنگیه یه بنده خدا از بیابان پیدا کرده با یه حلب به ما نبسته چای قرمز بدم نه خیلی ممنون این پنجره است بابا. میخوای چی کارش کنی؟ میخوام رنگش کنم با یکی از پنجره های اتاق عوض کنم.
خانم شما چه حواستون به بچه نیست؟ بچه رو سپرده به امان خدا. مبینم میخواد با بچه آبنبار تمیز کنم. شما چه همینی میگین؟ پسر یه بار دیگه به طرف آبنبار بره دوستتون میکنم. احمد میگه اگه نفری 15,000 تومان جمع کنیم میتونیم همه ماهی ها رو بخریم. 15,000 تومان از کجا میاره؟ آقای میلیونر کار میکنه. آره ارواح شکمت کار میکنه. ما روز 5 تومن اگر بذاریم کنار سر 3 ماه بدهمون تمام شد. پس سمک هانیه رو چیکار کنیم؟ بابا فیچ اونه نکن جورش میکنه. اصلا میرم آزاد میخرم. خیلی موقع شما نمیخوای یه کاری ثابت جای پیدا کنی؟ بابا زبونم لال اگر این موتور خراب شد اون وقت چه؟ ببین من هر جا کار کنم 150 تومن 200 تومن بیشتر نمیتونم کار کنم. اینجا با موتور ماه 600 تومن بیشتر کار میکنم. تازه پسندازم میکنیم مگه بده؟ ها؟ لا چی بگی؟ خوب شد. بشه مزار! کجا میرفته؟ بریم به شمشاره خدا که برد بیاریم سر جای خودم انشاءالله میریم افغانستان. به سلامتی چه میره؟ فردا پس رو میریم مشهد زیارت میکنیم از اینجا میریم افغانستان. انشاءالله چه برمیگرده؟ یه روز بعد به اون دیگه برمیگردم انشاءالله. مشرم از اون بیا این پولا را بری ذریح آقا سلام منو بهش برسون. خدا حافظ. خدا موفق کن. چه میدونم چشه هرچی استارت زدم روشن نشد. گذاشتمش جلوی سوپر سویش دست آقای دریانیه. سفارش کردم برو اونجا بگی یه جوری جورش کن. آره آفرین. منم تو موتورم دنبال بار دیگه. بله بیا زودتر اونجا منم دست دارم. آشخانه اونجا هست البته ولی حالا زودتر بیا دیگه. کار نداری خداحافظ خداحافظ. موتور یه جوری برو گمش نکنی اینو. خیال تخت باشه. وسطه آقا بیا ببینی این چه وضعیه. بیا آقا جون با نفس من نگاه کن. بیا بیا اینا رو جمع جور کن ببینی. بیا چه لحظه پایین یه لحظه پایین اینا رو بگیم برو طبقه سه خودش اونا رو بگیم. اونا رو بگیم بیا اول اینا رو جمع جور کن. بیا اینا رو جمع جور کن. تو چرا وایسادی؟ برو طبقه سه بیا برو بیور من مواظب موتورتم. بیور اینا رو مواظبش نشکنی. برو آقا بجو میانی بجو شب شد آقا. مال خاطرم باشه اینجوری در بیتونیم. یا علی بابا بجو بابا شب شد. یا علی آهای آقا شاندلیه رو بزنین همین جلو رو پیش کن. مواظب باش خیلی برا به دیوار نخوره. به دیوار نخوره. برو بالا. نه بابا بگی برو بالا. بگی حساب میکنی. برو بالا حساب میکنیم با هم. بگی برو اونا رو قربونت مواظب باش نشکن. مواظب باش. چه درد کار کردنه؟ آقا پول ما رو بده ما مرخص بشیم. حالا اینا جمع کن. مثل کارتون بیا بالا. آقا من بار بر نیستم. پول منو بده من این جمع میکنم میارم بالا. من برم. عزیزم میدونم شنیدم اینا رو جمع کن بیار بالا. من اونجا هستم کارت دارم. چیزی شکست؟ آقا کارتون رو کجا بذارم؟ بذار اون گوشه. آقا جان اونو بیاری. اون
در رو ببن، مواظب باش. مراقب سر مردم باش. اون 2 نفر بیا. آره باشو اون در رو بگی شما اونجا نشو، بلند شو بابا. آقا حساب منو بده من برم، پیرم شده. عجله نکن، اون کارتون رو برده بذار اونجا، الان حساب میکنیم. بلند شو بابا. نکن، نریز اونجا، مواظب باش. شکستنی تو شکستگیده غیر قیمت اون. چی کار کردی؟ نگران نباش، یه پیران میرم برات میارم. اساس کشی هم در سر. وقت خودتو میبری. 2 تا میز بزنی درست میشه. اون اصلا قولشو به کسی داده. حسین کجایی؟ نرجس اینجا کسی نیست؟ بیا بریم بچه. این بچه ها اینجا چه غلطی میکردن؟ ها؟ اینا رو چرا به هم ریختین؟ خواستیم یه پنجره و آب انبار ببریم. بیخود کردین. مگه من نگفتم که دور بره آب انبار نریم؟ چرا حرف اسم خالتون نمیشه؟ مادر کجاست؟ شغال عباس اومده بود اینجا، مامان یکی از درس‌ها رو برداشت باهاش برد واسه خوب بخوابه. در آبیه را؟ بیخود کرده برده. مگه مال مفته؟ بیا بیرون کمک کن بالا رو خالی کنه. سلام علیکم. سلام علیکم کریم آقا، خدا به کمتون نکنه. چنجده ای طرف بفهمید بالا یه چای چیزی در خدمتتون باشه. خیلی ممنون کبرا خانم. کبرا خانم من این در گردن به یک قول داده بودم. نرجس خانم اشتباهی آورده به شما. انشالله من اینو میبرم. یه در مناسب اگر گیرم اومد میارم به شما. وای زاده. خداحافظ. کریم آقا میومد یه شربتی می‌خوردی. نرجس
باز چی داری گریه میکنی؟ چرا باور نمیکنی من اون در آبی رو به یه چی دیگه گل دادم، از اون بهترش میارم برای کبرا خانم. آخه قربونشش داد حساب کتابی هست، هرچی بیاد در خونه منو بزنی یه چیزی بهش بدم پس فدا میاد میشه لباستم بکن. این چه گفتن نداره، من تا به حال به چند نفر در پنجره دادم. میدونی؟ نمیدونی چه؟ بابا به فیچ سمک هانی هم هستم، به یه چیز سپردم، این روز هم پیشش بودم. من میخوام یه چیز خوب بگم خدایش 2 روز خراب نشه. من به خاطر شما این همه زحمت میکشم، تو من گریه نکن. بخون چون باد سفت مهتاب نرگیز دو جل اولان سما وفادار نرگیز دو جل سن نگذر ناز لسن آشدوران صبر لرم خفت سنم آقا من قبل از شما اینجا بودم، شما من ندیدید. میرم والا دنیا زود سن برو اونجا لباس پای سرم امضا کردی؟ آره. برو آقا بدم کارتشه. بفهم. ایشی هم میگی فتوکپیایی؟ همینه دارم. فتوکپیایی؟ من همینه دارم. اصلشو باید بدی. مسخره کرده؟ قلب این بار آقا. قلب خودم نه آقا. قلب این بار. بزن باش آقا. فتوکپیه بابایی. نه بابا بزن. قلب این باره. چه خبره بابا؟ چه خبره؟ آبرومون چه خبره؟ میداره میده. برادر من فتوکپی نیاز داره. همچنین فتوکپی همچنین میاد بودر olmaz. چشم بیا. محسن جان. هواشو دارم. برم. این کریم. امضا کن ببینم. اینجا. همشهر علامه آقا. مسیر طولانی بار میشه موجب هم باز نشه. همشهر یکم یواش خفم کرد.
منم در چه؟ چقدر باحاله. کریم آقا یخچال خریدی؟ بابا میبینیش یخچال دیگه. کمک کنید باسو که منم دست بابا تلویزیون نخریدی؟ میخرم بابا. بابا خارجیه؟ من چه میدونم خارجی یا ایرانیه. خانیه چاقو بده. بابا چه رنگیه؟ بابا من داخلشو باز نکردیم ببینم چه رنگیه. دخترم برو یه لیوان آب خوردم برای من ده. لولاشو آخه حالا ما تو این وضعیت یخچال میخواستیم چیکار کریم آقا؟ بابا امانت فردا صبح میبرم میدم به صاحبش. میگه ببینم. بیا بیا نه. بیا. داشتیم 15,000 تومن انامه. این 4 تومن هم کرایه باره. بابا دست مریضا حقا که سر سفره حلال نشست. این پولت بیر انقدر خیال ایمان راحت کردی که حساب نره. این کارت مغازی هم بهت میده. از فردا منی بیا اینجا کار کنی. انقدر هم کار زیاده که خیلی عالی میشه برن. خوبه؟ خیلی ممنون. این برنامه‌های رسیده رو یه بار بخون من چک کنم. چایت بخور یخ نکنه. جلسه‌های دبی میخوای یا ترکیه؟ نه داداش دبی. 600 تا دیویدی پلیره. خب 500 تا یخچال سایته. آها. سکاره ژاپنی 400 تا. خب لباسشویی دوقلو کره 170 تا. خب LCD 3250 تا. خب پلاسما 50 30 تا. خب جارو برقی مالزی 1400 هم 370 تا.
دخترم بیا با من. خانم آقا ببخشید 500 پول دارید؟ 500 پول دارید؟ آقا ببخشید 500 تومن خوب دارید؟ برو بابا 500 که خودش خورده. آقا ببخشید 500 تومن خوب دارید؟ آقا ببخشید 500 تومن خوب دارید؟ اعصابم داغونه ورم سن شلم کریم آقا عصبانی sen. Sənə də uşaq böyüdür, mən də uşaq böyüdürəm. Mənim başıma daş düşdü. Mənim başıma...
دست در نکن دخترم. نرگس خانم. بله. بیا اینجا کارت داره. حسین آقا بلند شو به مادرت کمک کن. خانم اینو بگی بذار کنار، زمستون لازمش داره. این چی این که در داغونه؟ هیچ اونو نکن. درست میکنم از اولشون بهتر میشه. کتابی کعبة و قبلة شریکت القرآن صلی علی سجاد موسی و رضا امام رضای قریب شبلای نمازی چه زنده است بر جمال محمد و علی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد الله شهادت الله شفاعت دورین خدا جلم دینم بله خدا بوری رفتی چه بوری خدا الله شفاعت باشم بیام سر میزنم کاری داشتی بفرمایید حالا کن بزن بابا درد میکنه؟ یکم خب چه شدم؟ یه سمرچی نو برات میخرم هرچی هم خودش باشه میده نه بابا بعد نو تا دستم
خیلی کوتیک میارم نمیخوام. یعنی قشنگ میشنوه. آره. هانیه این وره. هانیه در پوماد اونجاست. شما ببین این سنگین سمت بعد مقدم. داخل ماشین من میام. سلام خاله کیف احوال؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام علیکم. کریم آقا 2 هفته دیگه باید بریم بیمارستان جچ پاتو وا کنن عکس بگیرن. زحمت میشه خاله. چه زحمتی؟ این پیشید باشه احتیاط میشه ناقابله. شرمنده میکنه. این حرفا چیه؟ عباس آقا یه در ماشین باز کن. فعلا خداحافظ. خیلی سنگینه. بابا geldim ha. Bir tane kapı açmak için burada fitnesi yoktu ki. Çık ona görün baba ya. Koymuyorlar ki. حسین آقا برو شام بخور. حسین اینقدر پاتو سفید نده دیگه. حسین بیا امان این حقوقه یافتم. مان فردا بچه ها گفتم میخوایم بریم اضافه کار کنیم. نه مادر نمیخواد، بابات نگران میشه. مامان تو رو خدا اگه اضافه کار کنم روزی 700 تومن بهم میدن، میتونم پول ماهیا رو جمع کنم. تو نگران پول ماهیا نباش. یه چند تا کار خیاطی گرفتم، یه مقدار اونو میذارم کنار واسه خاطر پول ماهیا تو. مامان تو رو خدا زودتر بده. آقای کمالی میخواد باغشو بزرگتر کنه، همه صخره ماهیا رو میخواد باغچه کنه. خب بکنه. خب اون وقت اگه ما نخریم ماهیا رو آقای کمالی میده به کسی دیگه. حالا خودم بزن. کریم جان
دکتر یه 2 ساعت دیگه میاد. من یه بار گل دارم. خودم میام دنبال تو. ایشون یو الله تبشر. قربانم. حسین جان مواظب بابات باش. قربان. خدا. با من الان میام. جای دور نرو. آقا 2 تا ساندویچ چقدر میشه؟ 400 تومن. 350 تومن نمیشه؟ 90 چیز. و یه ناب پرتقال. با بیا بر شما گرفتم. چرا برای خودت نگرفتی؟ من دوست ندارم. بیا با. نه من نمیخوام. خورده گیره. بر شما خرید. خب بچه دیگه. من خوردم. یه جلده یا یلا حسین جان بده من برو بالا یلا ماشاءالله علی سلام اصلا بگی بیا بالا حسین ایمان چی آوردی؟ چی؟ عکس دادم مایار از آقای کمالی گرفتیم 3 تا شماری هم بهمون داد برو خدا کجا؟ تو دبته زیر گلدونا خدا رو که خالی کردی مایار میبریم میریزیم تو آونبا 3 تا شماری تا 4 ماه دیگر رو 500 تا بچه میذارم میدونی چقدر میشه؟ بیشتر از 1000 تا بازم که تو چیزی دادی خب معلومه بیشتر از 1000 تا حسین میلیونر میشیم ها میشیم آقا کمالی شمایان داد اول که وقتی بود نمیده عباس آقا از کار ما تعریف کرد آقای کمالی هم 3 تا شمایی اون بالا شده ای بل بابا دمش کرد عباس آقا الله رحمته Allah'ımdan hediye Huyu huyuma benzer nankörlü kediye Huyu huyuma benzer nankörlü من باران چجوری پنجه بردارم ببرم اما بیایید این بار خالی بکنیم بیار مرتب بردار گرد اونجا
olup güllərimiz, ağlayır gözlərimiz, pərpər olub güllərimiz, ağlayır gözlərimiz, yadıma hərdən düşür o geçən günlərimiz, o geçən günlərimiz. Yalan dünya, yalan dünya, acəb oldun yaman dünya, yaman dünya, yalan dünya, yalan dünya, cəvan edərdə salam dünya, salam dünya. Nəyibdi ürəyimə, fələyinirəm yaşır. Korkma, korkma. Hüseyin, hara geçsen? اول من میکشم بتن کلا خدا نتید بده منم بدیدم یا بابا بلد نیستی خراب میکنی راستی از اول بیای چه خبرتون یواش بابا نمیدانم من نحاتی کنم خب صبر کنید نصف پایین مال شما نصف به بالا مال هانیه نصف به بالا قدغن شما مواظب پای من باشید درد میکنه سلام مشمزون کی اومده؟ دیشب آمدم مشمزون منو ببخشید من نمیتونم در باز کنم بچه ها همین بغل هستم محله پیداش کن بیاد در باز کنی باید کار دارم خیلی دیدم برم پنج شده من مزاحم نمیشم شنیدم پای شما شکسته آمدم یک احوال پرسی بکنم و یک خبر خوشحالی برای شما بدم چه خبر خوشحاله؟ شترمرغی که فرار کرده بود امروز صبح برگشته همگی خیلی خوشحال شدیم کریم آقا من باید برم یک سوغاتی از مشهد آوردم برای شما مگذارم روی دیوار انشالله خیلی زود شما را میبینم
خدا حافظ.